همون غریه ببریم یک کم همون غریه دیگه همین همون خدا وقت کنی یک 4-4.5 که چیزی میرسه سلام بیننده‌های عزیز، وقت شما بخیر. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. بیننده‌های خوب، اینجا یک قشلاقیه که به نام خرقلتان چشمی یعقوب میگم. این منطقه که چند روز پیش آمدیم ما خسارات زیاد رسیده به این مردم تصویربرداری کردیم. یک برادر خداوند اینا خیر بده که 2 بار 3 بار دیگه هم تا حال بیشترتر به این مسکینا بدون از زمین لرزه کمک کردم. این تصویرها که دیدم از کشور آمریکا ایالت اسکانسین با مبلغ 1 لک افغانی پول روان کردن که گفتم نام ما رو نگیریم. خداوند اینا رو عزت بده، خداوند اینا رو 1000 سال عمر بده. خیر ببینیم برادر عزیز، واقعا خود شما تصویرها که دیدیم واقعا جای تاسف به این مسلمان ها که زندگی نه همه رفته به زیر خاک. جرباب صاحب که تشریف نداشتم به شهر رفتی بودم، برادر این هم اینجگاه هستم و بالاخره گفتیم که واقعا این شخصایی که مستحق خرابی که به همه بشوده منتها این شخصایی که واقعا ندارم مستحقم به این مسکینا کمک میکنم. من بالاخره می پول توزیع میکنیم. فقط دارم هرچی که میدی بده نمیدی. خاله جان مادر کم خونگاه شما هم خراب شده. چی گفتنی داره مادر جان؟ مسلمان ها کمک کردن برای شما، دیگه چی توقعی داری؟ خیلی شو تا تو بخو ندارم. آن خاله جان خدا واسه بگم چی کار خوشی خب از مولای صاحب خواهش میکنه که یک دعا خیره بدم. بیننده‌های عزیز بیایم اینجا، بیایم یک دعا خیره بکنیم. اللهم ربنا تقبل لنا بیننده‌های خوب نازنین کانال هیرتیا، خداوند شما خیر بده. هر برادر هر همشیری خیری که به این مسکینا به دگه غریا همیتا کمک کنم به جلو و می دوربین به خدمت همین مردم میسپاریم. سلام، وقت بخیر دارم به خدمت شما بیننده‌های عزیز کانال هیرتیا. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. بیننده‌های نازنین، مکانی که شما مشاهده میکنیم اینجا یک قشلاق به نام شوراوک که چند روز پیش آمدیم. شوراوک بلوچا، درسته؟ اگر اشتباه نه، شوراوک بلوچای که ما چند روز پیش به این زمین لرزه که آمده بودیم تصویربرداری کردیم از این مسلمانا پخش شد و بالاخره یک برادر که گفتم نام ما گرفته نشه از کشور امریکا از ایالت ویسکانسین با مبلغ 1 لک افغانی پول روان کردم که به 2 غریه
اینا رو توزیع میکنیم و می شخصای خوناک و همه خراب شده منتها بعضا خونای خراب شده که اصلا همون نون خوردن خودی مسلمان ها ندارم. ما امروز آمدیم اینجا به خدمت شما هستیم بینندای عزیز. خداوند شما خیر بده، خداوند این برادرم عزت بده، خداوند 100 برابر از این کمک کرده، خدای پاک بزی مسلمون کمک کنه. الله پاک بازرت و آخرت بزی برادر همین چیزی که به دل اینا خدای پاک برای اینا بده. خب بیشتر وقت شما نمیگیریم. ما شخصایی که واقعا مستضعف هم اینا رو جمع میکنیم. ما قرار شد که مواد غذایی بیاریم، چون مواد غذایی برابر نشد مسلمان ها انا گفتن که با ما پول نقد بدن بهترتره. همراه ما باشیم خدمت شما. سال میگیم اگه یکی تو خونه نبودی امکان داره میرد دست باش کار بدن نکن بدن باش بدن باش نکن باش کار کن کار کن بدن نکن دیگه رو بیرون باشه باش کار کن بابا خدا شما فل معلوم داره کار کن ایوه نمیری کار بینندای عزیز، ما 11 خونه از این غریب شوراوه خدا واسه که این برادر که پیشتر گفتم بزی غریه کمک کردم و 13 خونه هم به دیگه غریب بودک که شما مشاهده کردیم. در کنار جرباب صاحب غریه هستیم که ما واقعا به اینا بگفتیم که خرابی کو همه غریه خراب شده. شخصایی که خدا واسه چیزی داشتم زندگی اینا خراب شده، کسایی هم که چیزی نداشتم زندگی اینا خراب شده. باز از ارباب صاحب خدا خیر بده گفتیم اینا که واقعا مستحقم، چون همون برادرم با ما گفتن واقعا کسایی که مستحقم به اونا بدین که حداقل اینا پول چای دشلمه چیزی به اینا باشه. خیر ببینم ارباب صاحب همینا رو شما یک کمون شخصا بخونین لیست گرفتیم انا من میدم. حلیم آقا شیر عطاالله برو ایواز بیا یوسف عبدالحکیم عبدالحکیم برو عبدالرحیم برو جانم عبدالعزیز ماما بیا عبدالعزیز بیا فقیر احمد فقیر احمد نه یکی دیگر برا جایی چی انا بیا مالا فقیر احمد عبدالحمید عبدالکریم عبدالکریم برو أنا شير علي بله كلامك خب سلامت باشیم مولای صاحب. اگه هستم یک دعا خیر بدیم. بینندای عزیز خداوندی برادر خیر بده. 3-4 بار دیگه هم به ماه مبارک رمضان و غیر از ماه مبارک رمضان کمک کردم. خداوند برای اینا عزت بده. تشکری میکنیم از این برادر که واقعا غم این مسکینا بخوردم. خدا واسه که چون 13 خونه ما به دیگه جا توزیع کردیم. بینندای خوب جناب محترم مولای صاحب یک فاتح خیر میدم. بینندای عزیز هر برادر هر همشری خیری که به این مسکینا به این غریه به دیگه غریه ها کمک کنم به جلو می دوربین ما به خدمت از اینا میسپاریم. بسیار تشکر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تشکر بینندای عزیز، خداوند شما خیر بده. تشکر از لطف و مرحمت از این برادر. خداوند اینا رو 1000 سال عمر بده، در کنار فامیل محترم با خوبی و خوشی سپری کنم، زندگی کنم. بازم تشکری میکنیم از شما بینندای عزیز خیر، به این مسکینا به دیگه غریا کمک کنیم. این مسلمان ها به اینا واقعا خیلی سخته، دردناکه، چون تمام زندگی همه به زیر خاک شده. شما مشاهده میکنین غریه. هر برادر که کمک کنم، بازم گفتم ما به خدمت همین مردم مسکین میسپاریم. بخیر باشیم. خدا حافظ و ناصر شما.